سلام علیکم دوستان عزیز. خب ما آمدیم درس سوم کورسی CSS مونده. این درس میگذاریم شریفتو را. خب میگذاریم به درس. خب من اینجا چخلی که میبینین کامنتاری کردم پلانی کورا، یعنی که امروز ما همینقدر شریفت کار میزنیم که چی کورا را بود میکنه. باز هست ما مثال بعضی فونکسیون یا داخلی و اینا دست نه اوناش دیگر قدر در کار نیستن. چیزای مثلا مهمش همین که شما با میخونید. خب یکم فونکسیا این فونکسیای فont size این размер میتشریفته. مانا یعنی شما چند پیکسل میتونید کلانش کنید. این فونکسیامون این فونکسیای font family، یعنی ما میگیم که نمی نمود شريفته، یعنی حرفای ما را ببینید که این یعنی شريفتی ужасніє من دادم. خب میره بته اگر مثال براوزر دایا نباشه همین شریفت، یعنی کامپیوتر ما همین شریفت استفاده کردی نباشه، پس تایمز نیو رومان میتونیم. اگر تایمز نیو رومان هم نداشته باشه بعد اوورگل میکنیم با یک نام شریفتی دیگر هم میتونیم. خب این بود فونت فامیلی. باز دیگرش فونت ولیوم اینش باشد یعنی زیر نمیکنه، فقط نمیکشیم تایمز نیو رومان میگیره برای دیدن. من حرفای ما را زیر نمیکنه و یک زمان بگویم که در CSS یعنی فونت خودش یعنی حرف در نظر داره، یعنی نویستگی چیزا در نظر داره و اینش باشه یکم عملیاتی کارشه، یعنی چرس تیره میمونه و میگیم که فلان کار باید بکنه و در داخل این میگیم اینم خیلی کار، یعنی یک انسانی که متعهد مثال یک رئیس شهر، مثال اگر رئیس شهر باشه و اینش میشود یکم متخصص یکم ساحه مثال چی ساحه غوص کردنی شریفتا، یعنی ما تیره میمونه و همون ساحه را میگیم که تا چیکار که، یعنی ما این ساحه را نمیتونیم بگیم که تایمز نیو رومان میگی چون که اینا فامیلی میکنه. ولی این برای یعنی زیر نکردن تکست مونه برای هم میگیم که تا باید تکست را زیر نکنیم. این خیلی فونکسیاتی در CSS وجود داره، یعنی چرس تیره بعدا یعنی اون عملیاتی که ما اجرا میکنیم و همونا درجه بنویسیم. خب این بود که برای طرز الگوریتم نوشتن CSS. خب دیگرش هم بگذاریم. فونت استیل یعنی یک فراهم میکنه، من تکست یک فراهم میکنه. باز هست font size ML، یعنی این میگیم که از شريفتی که هم قدره کمتره کلانتره شده، یعنی 11 ML کلانش کرد. این قدر در کار نیست، من اینو میگیرم نشم نمیگیره. من وابشه استفاده بردگی نیستم، الان که من بسیار جدا و خودگیم. خب باز از تکست الیجن این ما پروستو میتونیم که گیریم justify هم خیلی این یعنی ویسی ورگ یعنی ایلاو با ایلاو میکنه تکست ما اکران اگر تو چندی طرف بکشیم یعنی که تکست ما بینه که از این طرف در این طرف نچسبه. خب باز این چند عمود فرمان داره، یعنی لفت داره، رایت داره، سنتر داره. نپریمیر سنتر شایمونه شما همش پراور کنید. من سنتر کا تکست این رنگی وره من اینجا من نوشتمش. من اینها را در تگ ویدیو میمونم این فونکسیون را. از این پس همه فونکسیون را یعنی من در تگ براوزر میمونم. شما میتونید کپی رایت کنید در جا بگیرید. خب باز از تکست ترانسفورم نشان میگیریم. تکست ترانسفورماسیون. خب این سه نمود کار داره.
مانا اینش باشه همه حرفا را خورد میکنه. این برای رجیستر، یعنی این فونکسیا برای رجیستره. این رجیستر یعنی حرف کلان میده خورد، اول کلان اول خورد مثلا خیلی. دویمش همه حرفا را کلان میکنه و سومش باشد حرفای اولا کلان میکنه، یعنی ا را کلان کرد، ب را کلان کرد، خ را کلان کرد، حرفای اولی کلمه را کلان میکنه. خب باز هست یک نمود دیگرش، یعنی این ابزاس میته. بینید خیلی که این تگی در کوریه این هم یه جدا نستگیره. خب باز هست دیگر نمودش، یعنی بین هر یک خط 40 پیکسل چی دو، یعنی پهمی میگن نه درازی. خب باز از دیگر نمودش، من این بین هر یک کلمه 50 پیکسل پرتاب. شما میتونید که کمترش کنید. شما ایمینای این چیزی که من نوشتم، یعنی من 10 پیکسل 20 پیکسل داشتم اینا نوشتم، شما نپریمیر میتونید که یکم نمود دیزاین اختیار بتین. خب باز دیگر نمود است این تکست شادو، یعنی تکست این در سه پیدا شدگیه و یعنی پاپولار نیه بگیم، یعنی زمانویه چیه هم خیلی. من ببینم که یعنی تکستی ما را ژیر میکرد و این معنی این نداره که مثال یکم سینی پایان 1 پیکسل پرته، سینی این طرف سینی طرف راست 1 پیکسل بروه و یعنی غوسی تنی ما 3 پیکسل شود. باز میتونیم که بگیم چریز ورگل بگیم که نپریمر بعد اینجا رنگش بگیم افتون فهمیدین و با چریز ورگل میگیم که 2 پیکسل بروه با 2 پیکسل دیگه طرف راست بروه و بعدا 3 پیکسل غوص شود و نمیخیل رنگ بگیره. با میتونیم که با ورگل مونیم با یکم نام دیگه شب نشونیم. خیلی که من در سایت ماسته باز نشان میتونم. من در سایت من بینیم که تکستو خیلی داگه، یعنی این با همین تنی CSS قد کرده. من خیلی میبینه این پروستا تکست های همون کارتینکا نیسته، یعنی 3D کارتینکا هم نیسته، پروستا با CSS قد داگه. نه چند نمودش اما اینا با تکست شادو قد داگه. خب این با درس امروزمون، تا درس دیگر در پناه خدا خیر.